اینجا حافظیه است. ما یه ساعتیه، یه ساعت بیشتره ها، یه ساعت و 10 دقیقه است که از خونه راه افتادیم، فرودگاه رو رد کردیم، تو جاده قم اصفهان هستیم، وایسادیم صبحونه بخوریم. ساعت 8 و 10 دقیقه است. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه در کانال یوتیوب من. همین الان صدای منو از شهر زیبای اصفهان میشنوید بچه‌ها. من یه 2 روزی تو اصفهان کار دارم، برای یه کار خیلی مهم اومدم، برای دوره آموزشی که تو حالا طی ویدیو حتما بهتون نشون میدم این دوره‌هایی که شرکت کردم رو. همین الان یهویی تصمیم گرفتم، گفتم چه اشکالی داره که حالا ویدیوهای این بارمون از همین 2 روزی که من تو اصفهان هستم باشه، که ببینیم که من چه جاهایی قراره برم، چه غذاهایی قرار بخورم، اصلا کلاسی که شرکت کردم چه کلاسی هست و چه فایده‌ای داره، و اینکه این 2 روز سفرم با شما به اشتراک بذارم. و یهویی تصمیم گرفتم، برای همین الان استارت زدم، توی اقامتگاهمون هستیم و در ادامه ویدیو اقامتگاه بیشتر نشون میدم، اسمشو بهتون میگم و اینکه از حالا اتفاقاتی که تو سفر میفته. این ویدیو استارتش همین الان خورده، یعنی همین الان من تصمیم گرفتم، گفتم چرا که نه با شما به اشتراک بذارم، یه ویدیو متفاوت داشته باشیم. قراره خیلی تصویرهای جذاب ببینیم توی این ویدیو، خیلی اتفاقای خیلی خوبی قرار بیفته. کل سفرمو با شما به اشتراک میذارم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین، بریم ببینیم که شهر اصفهان قراره چه کارهایی انجام بدیم، چقدر خوش بگذره، و اینکه سعی میکنم هم از غذا بذارم، هم از حالا جاهایی که میریم بذارم که براتون متنوع باشه. نگم از کلاسی که من ثبت نام کردم و قرار شرکت کنم که یه کلاس فوق العاده است، حتما ویدیو رو تا آخر ببینید چون یه کلاس بسیار جدیدی هست و یه دوره خیلی جذابی است. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. یه جای سنتی با صفا، اینم اتاق ماست. لو همه چیزای قدیمی خوشگل، خیلی خوشگل و باحاله. این صندلیای بیرونمونه. منم انقدر از این توتا خوردم ها، ببینید پر توته، دستام همه سیاه، میبینی؟ دستام همه رنگ گرفته، انقدر که توت خوردم. دستامونم یعنی ببین همین کار الان داره یعنی کلی به من انرژی میده. یاد دوره بچگیامون میافتیم، خونه مادر بزرگ، خاطرات قدیمی. برای من خیلی حس نوستالژی خوبی داره و برام خیلی مهم بود که حتما جایی که میگیرم سنتی باشه. خب جای سنتی زیادی بود، بچه ها اولی که ما بازی کنیم، جای سنتی زیادی بود، ولی من برام خیلی مهمه کامنت هایی که میخونم قبل اینکه رزرو کنم، خیلی مهمه. اینجا خیلی کامنت های مثبت داشت و به خاطر محیطش، به خاطر رفتار پرسنلش، به خاطر فضاش، همه چی کامنت های مثبت داشت و این باعث شد که من اینجا رو انتخاب کنم و بیایم اینجا. همین الان هم که اومدیم با اینکه 1 ساعت رسیدیم، انقدر انرژی و حس خوب داره اینجا و خیلی خوش برخوردن. مطمئنم که تا آخر سفر خیلی خوب خواهد بود و خواستم اینو بدونم. دلیلش همینه که من این بافت سنتی منو میبره توی دورای بچگی، تو دورایی که خونه پدر بزرگ مادر بزرگمون میرفتیم و این فضا همیشه بوده، این خونه های قدیمی که اصلا یه حس و انرژی خیلی خوبی داره. بنابراین خب آدم هتل همیشه میتونه بره، ولی اینجاها رو خب همیشه پیش نمیاد و خب توی اصفهانم خیلی زیاد بود یه همچین جاهایی، منم همین رو انتخاب کردم.
اومدیم بازار سنتی اصفهان و یه رستورانی به ما گفتن اینجا هست که خیلی سنتی و قدیمیه، قراره غذای سنتی اینجا رو بخوریم. بریم ببینیم که اینقدر که تعریف میکنن، رستورانش میگن خیلی قدیمیه تو بازاره و بریم ببینیم اینقدر تعریف میکنن چیه. خب رسیدیم به رستوران. از این ورودی به ما گفتم باید بریم و بریم ببینیم که قراره غذای سنتی چی بخوریم. اوه چقدر خوشگله. خیلی قشنگ درست کرده. شونات اسلامی هم رعایت کنید لطفا. خوب بچه این ورودی رستورانه. دفتر مشقه؟ نه شوخی میکنم. چقدر جالب. آها اینجا گذاشتن میشه دید ها. حالا ما بیه اجازه این برای 1319 این برای 1319. آره جنگ جهانی اول اردیبهشت 19 24 اردیبهشت. چند اردیبهشت؟ 24 الله اکبر. انگار 80 سال پیش. خیلی جالبه. چه جالب. آره اینجا رو چه چایخونه باحالیه. بچه ها نگاه این حیات رستوران انقدر قدیمیه. مال چند سال پیشه؟ خیلی قدیمیه. ما از هر کی پرسیدیم گفتن اگه بریونی خوب میخوای، اصل میخوای بیا اینجا. یعنی ببینید چقدر جالب محیطش. عاشق یه همچین محیطه قدیمی و دنج و بکر. اصالت خالص. ورودیشه. ببین این ورودی رستورانه. ببین چقدر بامزه است. خیلی بامزه است. حالا الان ما وایسه نوبتمون شه. خیلی شلوغه. همینجوری هم داره مشتری میاد. یه سری هم که نشستن تو نوبت. بعد همه چیزای قدیمی رو گذاشته اینجا. خیلی بامزه است. چهارم داریم. ایشون هم نوبت میدن. آره. اسامی رو بنویسن. یه لحظه. آقا علیفا بچه این چند خیاطی مال 1800 و چند؟ 22 1822 عزیزم. اینو چقدر جالب. یه چلو کباب میده به میزه. خب اینم منوی رستوران حاج میرزا که ما اصلا به هوای بریونیش اومدیم و حالا یه دونم چلو کوبیده میگیریم، یه دونم بریونی. ببینیم که چجوری. هتل دی هتل چی؟ خب دیگه آبش کوبیده. ببین لخمش یه تیکه گوشته با سیب زمینی و آب هیچی نداره. کوبیده نخود و گوشت و سیب زمینی گوشتش کوبیده شده، یه کاسه هم کنارش. اما گوشت کوبیده. خب آب هم 4 تا داریم.
بار اولی که اومده بودم اصفهان، زاینده رود کلا هیچ آبی داخلش نبود و این باعث شده بود که خیلی غم انگیز باشه. و این بار که زاینده رود و یعنی پل 33 پل رو دیدم که زاینده رود پر از آبه، به نظر من یکی از جذابترین و زیباترین جاذبه های ایران هستش و مخصوصا اصفهان هستش. به نظر من اصلا اصفهان بدون زاینده رود مرده هست و این همه زیبایی واقعا خیلی جالبه برای من، خیلی قشنگه و خیلی لذت بردم. این بار یه جور دیگه لذت بردم و حسابی کیف کردیم. رو 33 پل و همینطور پل خواجو رفتیم، حسابی گشتیم، لذت بردیم، خیلی خیلی زیبا بود. خیابوناش هم یه خورده پیاده روی کردیم، گشتیم. به نظر من شهر خیلی قشنگه اصفهان و جاذبه‌های دیدنی خیلی زیاد داره. بعد یه پیاده روی گفتیم که بریم یه گوشفیل هم بزنیم به بدن، ببینیم این گوشفیل با دوغ که میگن چجوریه. اومدیم دوغ و گوشفیل بخوریم. ممنونم. دستتون درد نکنه. قبلا هم که اومده بودم گوشفیل رو با دوغ تست کرده بودم. مزه خیلی خاص و عجیب غریبی نداره ولی جالبه، مخصوصا اینکه خودشون خیلی دوست دارن، بنابراین ما هم دوست داشتیم دوباره امتحان کنیم. خب من صبح اومدم سر همون کلاس جذابی که بهتون گفتم. این کلاس نوروکاینتیک تراپی یا همون NKT بود و نوروکاینتیک تراپی در واقع یک روش ارزیابی و درمان دستیه که بر اساس تعادل بین مغز و عضله عمل میکنه. این روش برای استفاده از تست‌های عضلانی بیشتر انجام میشه. مثلا الگوی حرکتی طرف رو مثلا در نظر میگیریم و عدم تعادل عصبی عضلانی اگه داشته باشه شناسایی میکنیم و اصلاح میکنیم. کاربردش چیه؟ کاربردش اینه که بهبود یه سری دردهای مزمن مثل درد گردن، کمر، زانو، شانه یا اصلاح حرکات ورزشی که در طی روز انجام میدیم که کمک به بازتوانی پس از جراحت میکنه یا جراحی میکنه. مثلا اگه عمل زانو، عمل کمر یا عمل اینجوری انجام داده باشین خیلی کمک میکنه به بازتوانی بعد از جراحی و بهبود عملکرد ورزشکارای حرفه‌ای در واقع هستش که این متد خیلی جدید هستش بچه‌ها که توی علم فیزیوتراپی دارن توی کشورهای پیشرفته مثل امریکا ازش استفاده میکنن و ما بعد از گذراندن این دوره مدرکمون مستقیم از امریکا میاد برایمون، امتحانمون رو به صورت عملی میدیم و مدرکمون رو میگیم. تایم نهار شد و این سفارش‌ها رو قبلا از ما گرفتن، یعنی از تک تک ما پرسیدن که چی می‌خوریم که برامون سفارش بدن و من هم انتخابم جوجه کباب بود. یه چند تا قاشق برنج خوردم و به اضافه جوجه. خب بعد نهار یه استراحت کوچیک داشتیم و بعد دوباره برگشتیم سر کلاس تا ادامه مطالب رو داشته باشیم. کلاسمون هم به صورت تئوری بود، هم اینکه کارهای عملی انجام میدادیم. از 9 صبح تا 6 غروب هم بود، بنابراین میتونست یکم خسته کننده باشه. نیاز بود که یه کافه بریم. بعد کلاس ما رفتیم یه کافه خیلی باحال تو خیابون جلفا که بیشتر حالت توریستی داره اون خیابون. توی همین کافه هم که نشسته بودیم یه سری توریستا اومده بودن. خیابوناش خیلی جذاب بود، کافه‌هاش خیلی جذاب بود. من این قسمت اصفهان رو کلا متفاوت می‌دیدم. خیلی خیابون خوشگلی بود، خیابونش کلا سنگ فرش بود. من این خیابون قبلا نیومده بودم. البته یک بار بیشتر من قبلا اصفهان نیومده بودم و این بار دومم بود و این دفعه هم تایمم خیلی کم بود برای گشتن چون هدف اصلیم اومدن به این کلاس بود. ولی تصمیم گرفتیم که با اون خستگی که به هر حال داشتم برای کلاس ولی این انرژی داشتم که دوباره بریم اصفهان رو به خوبی بگردیم. بنابراین رفتیم کوچه خیابون‌های جلفا رو گشتیم و خیابون‌های اصفهان رو کلاً گشتیم. البته همه جا رو که نمی‌شد ولی سعی کردیم جایی بریم که حالا از قبل بهمون گفته بودن که قشنگ‌تره.
سلام، صبحتون بخیر باشه. من امروز اومدم روز دوم کلاس NKT هستش و اومدیم ببینیم که امروز قراره چه اتفاقاتی بیفته. امروز قراره بیشتر عملی کار کنیم و تا ساعت 5 هم بیشتر نیست کلاس تموم میشه و ما برمیگردیم تهران. تازه برگردم تهران باید دوباره شنبه صبح برم سمت شمال برای اینکه عروسی خواهرزادمه. اون یکی یعنی ما تو 2 هفته 2 تا عروسی داشتیم دیگه. حالا یه مقدار از کلاس و محیط کلاس براتون میگم. امروز با من همراه باشین ببینیم که قراره چه اتفاقاتی بیفته. خب دوستان کلاسام تموم شده. بعد دیگه الان ساعت دقیقا 5:16 است. ما داریم برمیگردیم سمت تهران. یه 5 ساعتی راه داریم برمیگردیم تهران. شب و استراحت میکنیم. فردا دوباره باید بریم سمت شمال. دیگه این 2 روزم اصفهان تمام شد با تمام خاطراتش. کلاس خیلی خوبی بود و دوستان خیلی خوبی پیدا کردم و اینکه حالا یه جایی هم رفتیم گشتیم که تو فیلم دیدین شما. بریم ببینیم که فردا چه ساعتی بر راه بیفتیم و بریم به عروسی برسیم. صبح زود راه افتادیم سمت شمال و هولوش ساعت 2 بعد از ظهر بود که دیگه ما رسیدیم. نهار خونه مامان خوردیم. من سریع اومدم آرایشگاه، میکاپمو خودم انجام دادم و اینکه مدل موهامو همین دوست عزیزمون که توی فیلم دیدین انجام داد و خیلی هم خوشگل شد موهام. خیلی هم راضی بودم. بعدش دیگه رفتیم که بریم سمت عروسی و شب خیلی خوبی رو داشته باشیم. از جمع حاضر در مجلس که به افتخار عروس خانوم، به افتخار آقا داماد، به افتخار خانواده های محترمشون و به افتخار خودتون یک کف بسیار بلند. انشاءالله در این روز فرخنده و در این ساعت خجسته خبر خوش و مسرت بخش آن است که به عقد نکاح دائم و ازدواج همیشگی و همسری الی ابدی و همایونی در میآورم. نفس نفیس وکیل کننده‌ام، موکله گرامیم سرکار عروس خانوم دوشیزه پارمیدا بابایی، برای نفس نفیس وکیل کننده‌ام، موکل گرامیم جناب آقای داماد، جناب آقای امیر حسین اسماعیل نتاج، در مقابل مهریه مندرج در اسناد نکاحی کشور. سرکار عروس خانوم با شرحی که گفته شد و ذیل اسنادی را که امضا نمودید، همینک از طرف شما وکیلم انشاءالله که رفتن گلهای خوشبختیشون رو بشینند و برگردن. تو تمنای من و یار من و ای جان منی، پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، پس بمان تا که نمانم به تماشای کسی. به امید خوشبختی این 2 زوج جوان در این لحظه فرخنده به عقد نکاح دائم در میآورم. نفس نفیس وکیل کننده‌ام، موکله گرامیم سرکار عروس خانوم دوشیزه پارمیدا بابایی را برای جناب آقای داماد، جناب آقای امیر حسین اسماعیل نتاج، در مقابل مهریه مندرج در اسناد نکاحی کشور.
سرکار عروس خانم، برای بار دوم از محضرتون استدعا میکنم. آیا همچنان به سکوت پر رمز و رازتون ادامه خواهید داد یا همینک برای اجرای صیغه عقد ازدواج دائم شما از طرف شما وکیلم انشالله که مبارکشون باشه. عروس خانوم، آقا داماد، صمیمانه برایتان آرزو میکنم برای هم 2 ستاره درخشانی باشید که تا ابد بر تارک یکدیگر خواهید درخشید. با ذکر این آرزوی پاک در این لحظه فرخنده به عقد ازدواج دائمی در میآورم. نفس نفیس وکیل کننده ام، موکله گرامی ام، سرکار عروس خانوم دوشیزه پارمیدا بابایی را برای جناب آقای داماد، جناب آقای امیر حسین اسماعیل نتاج در مقابل مهریه مندرج در اسناد نکاحیه کشور. سرکار عروس خانوم، برای 3مین بار و واپسین بار و با زبان تکریم از شما استدعا میکنم. از این رو برای اجرای صیغه عقد ازدواج دائم شما از طرف شما قطعاً، حتماً، فوراً، قانوناً، شرعاً، لطفاً وکیلم درود تشویق بفرمایید. سلام علیکم، چطورین؟ خوبین؟ دیگه بعد از عروسی، قیافه بعد از عروسی. دیشب دیگه ساعت 3 بود بچه‌ها، ما برگشتیم خونه که یعنی اومدیم باغ دیگه. امروز هم تا عصر اینجا هستیم و برمیگردیم تهران عصری. فردا بریم که بچهای کلاس حضوری دیگه اصلا دیگه لحظه شماری میکنن برای دیدن من دیگه. منم واقعا دلم براشون تنگ شده. بریم به کارمون برسیم. این 2 هفته خیلی شلوغ بودیم و اینکه خب دیگه سری طبیعی رو باید طی کنیم دیگه، برگردیم به روتین. و میخوام ببینم که یه سوال ازتون دارم، این آخر ویدیو هست، میخوام ببینم که کامنت کنین برای من که ببینم این سبک ویدیوهای این شکلی رو دوست دارین یا اینکه فقط دوست دارین که همون تغذیه و تمرین باشه. به من بگین که اگر ویدیوهای این شکلی دوست دارین من بیشتر از این مدل ویدیو هم براتون بذارم، یعنی هم اون مدلی بذارم هم مدل اینجوری. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که کامنتاتون رو ببینم بچه‌ها. و اینکه دلیل این 2 هفته‌ای که نتونستم ویدیو بذارم همین ویدیوهای امروزه که دیدین، برای اینکه خیلی خیلی شلوغ بودم. فکر کنین دیگه 2 تا از خواهرزاده‌هام یهو تصمیم به ازدواج گرفتن. البته یهو که نه، ولی ازدواجشون پشت هم بود، کلاسای خودم بود، دوره‌های انکیتی که رفتم دیدم. خلاصه خیلی شلوغ بودم و باعث شده بود که واقعا وقت نمی‌کردم که بخوام ویدیو ادیت کنم. اینم صبحونه امروز من هست. 3 عدد سفیده هست و 1 عدد تخم مرغ کامل، گوجه خیار، یه دونه نون پروتئینی هم باش میخورم و 1 لیوان شیر کم چرب. این شد برای وعده صبحانه من. هوا هم امروز عالیه، آفتابیه. خب یه قهوه هم درست کردم. معمولا تایم قهوه من ساعت 11. بعد امروزم گفتم یه قهوه بخورم، برم یکم توی باغ بچرخم و یه اکتیویتی خوب داشته باشم. خب من برای میان وعده هندونه انتخاب کردم. الان دیگه هوا گرم شده. یکی از آیتمای خیلی خوبی میتونه باشه توی هوای گرم که آب بدن رو تامین میکنه
و اینکه کالری به نسبت پایینی هم داره، ولی خب زیاده روی نباید کرد. به اندازه مصرف کنین، مخصوصا برای قبل تمرین یا بعد تمرین هم میتونه گزینه خیلی خوب باشه که آب بدن رو هم تامین میکنه. غافل نشین از فصل گرما از هندونه. بشم؟ بله بیننده ها ببینن میخوای که ویو یوتیوب بره بالا از من فیلم بگیر سمانه. آره خب پس امیر رفتی تو ویدیو یوتیوب هم. شیما جون بهتری؟ الان کباب بخوری خوب میشه. به به. شد مگه؟ برنج سماپر نمیدونم. و این کباب تدیگ اضافه کی میخوره؟ به من به. تدیگی نیستم. بزاره شیما. نه سهم من کم شربه که هم جوجه هم کباب، برنج و سالاد لیمو ترش و به به. خب دوستان اینم از ویدیوهای امروز و میخوام بهتون بگم که خیلی دلم میخواد نظرتون رو بدونم که این سبک ویدیو که حالا جدا از اینکه تغذیه و تمرینمو میذارم، یه روزمرگیایی که برام اتفاق میفته یا مراسم خاصی، اگر ویدیویی هست که حالا برای سفر باشه مثل همین سبک ویدیو در واقع، اگه موافق باشین به من کامنت بدین که دوست داشته باشین اضافه کنم به ویدیوهام. اگرم نه سبک قبلی رو فقط اوکی هستین که فقط از تمرین تغذیه بذارم، باز هم به من بگین. ما دیگه کم کم باید جمع جور کنیم بریم سمت تهران دیگه، باید بریم به کار و زندگیمون برسیم. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. من رژیمم قراره چند ماه ادامه داشته باشه و تمام تغذیه روزمو قراره تو ویدیوهای بعدی هم بهتون بگم. پس با من همراه باشین. ماچ به کلتون تا ویدیوهای بعدی.